بابت نظرات مفیدی که در طول این استراحت کوتاه راجع به سمینار به من دادید ممنونم. برای من خیلی لذت بخشه وقتی میبینم شما با همدیگه صحبت میکنید و میگین که این اطلاعات واقعا باور نکردنیه و چشم آدم رو باز میکنه. خب سوالی، مشاهده‌ای و یا نظری اگه هست بفرمایید. بله، سوال در مورد اینه که نظرتون راجع به یادگیری این مسائل از طریق یاد دادنش چیه؟ من میخواستم راجع به این مسئله بعداً صحبت کنیم، ولی خب چون سوال پرسیدین الان در موردش صحبت میکنیم. من در مورد اینکه ما به عنوان یک عضو از گروه‌های مخفی چطور این اطلاعات رو یاد میگرفتیم صحبت کردم. قبلا بهتون گفتم که یک سمینار و کارگاه‌هایی بود که گاهی ما برای یادگیری اونجا میرفتیم. همچنین به این موضوع اشاره کردم که قسمت بزرگی از یادگیری ما از طریق کتاب‌ها بود. کتاب‌هایی که به ما داده می‌شد و ما اونها رو می‌خوندیم سالیان سال قدمت داشت. قدمت خیلی هاشون به 1000 سال می‌رسید. این کتاب‌ها توی خونه افراد گروه‌های مخفی نگهداری می‌شد و نسل به نسل گشته بود تا به ما رسیده بود. اکثر این کتاب‌ها در مورد داستان‌های واقعی بود که اتفاق افتاده بود و همونطور که بهتون گفتم ما از طریق خوندن این داستان‌ها و استفاده از قوه تخیل خودمون انگار این افراد رو مشاهده می‌کردیم و از اون طریق کانال‌های نورونی رو در ذهنمون می‌ساختیم و پرورش می‌دادیم. همچنین ما از طریق مشاهده اساتید خودمون مطالب رو یاد می‌گرفتیم. ما باید اساتید خودمون رو و افرادی که توی لول بالاتر بودن رو مشاهده می‌کردیم و روی رفتارشون دقیق می‌شدیم، ببینیم که چجوری کار می‌کنن و همیشه منتظر این بودیم که راجع به مشاهدات که داشتیم از ما سوال پرسیده بشه، چون ما می‌دونستیم اطلاعاتی که از طریق مشاهده یک شخص موفق یاد می‌گیریم چقدر قدرتمنده. اما یه راه دیگه هم وجود داره که بعداً میتونید انجامش بدید و اون راه یادگیری از طریق یاد دادن این اطلاعاته. ولی یاد دادن در جامعه امروزی ما خیلی افراطی شده. همه میخوان یاد بدن، همه میخوان معلم باشن، همه میخوان بدون اینکه چیزی بلد باشن یه چیزی رو یاد بدن. من سوالم اینه، چرا اول خودت یاد نمیگیری که بعدا یاد بدی؟ و این جواب به من میدن که بهترین راه یادگیری اینه که یاد بدی. باید بدونید چیزی رو یاد نمیگیرید اگر بلد نباشین و بخواین یادش بدید. در این حالت شما چیزی بلد نیستید و عادات قدیمی و غلط خودتون رو قاطی اطلاعات جدید میکنید و یه چیز غلط رو درس میدید. یه مثال راجع به این مسئله براتون میزنم. زمانی که ما بچه بودیم یه بازی داشتیم. ما جمع میشدیم و کنار همدیگه میشستیم. من یه داستان کوتاه 1-2 دقیقه‌ای در گوشه بغل دستی خودم میگفتم. اون همون داستان رو توی گوشه بغلی خودش میگفت و نفر بعدی دوباره به کناری خودش و همینطور داستان زنجیروار به بقیه گفته میشد. و زمانی که داستان به آخر میرسید اون فرد باید داستان رو بلند میگفت. زمانی که داستان رو میگفت دیگه هیچ شباهتی به داستانی که من اول گفته بودم نداشت. متوجه هستید دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ این همون جریانیه که امروز برای یاد دادن داره اتفاق میفته. یعنی زمانی که من به شما اطلاعات رو یاد میدم بعد شما میخواید اینها رو به شخص دیگه یاد بدید، تمام اون آتوآشغال‌های ذهنی خودتون رو هم قاطیش میکنید و دستور موفقیت رو عوض میکنید و به شخص بعدی میدید و شخص بعدی هم به شخص بعدی. یعنی اون کسی که 2-3 لول پایین تره اصلا اطلاعات درست رو دریافت نمیکنه. این شیوه ضعیف زمانه امروزی ما شده. پس دوباره برمیگردیم به مبحث اولمون که شما به کی گوش میکنید، از کی خط میگیرید. یه شخصی کتابی نوشته در مورد مطالب فوق‌العاده‌ای که از استادش یاد گرفته. استادش از استاد خودش یاد گرفته. آیا این افراد در طول تمام این مسیر واقعا اطلاعات رو یاد گرفتن؟ آیا واقعا خودشون ازش نتیجه گرفتن یا اینکه فقط دارن تدریس غلط میکنن؟ به خاطر اینه که 99% از سمینارهایی که میریم و کتابهایی که میخونیم نه تنها درست نیست بلکه مخربه. البته خیلی از افراد به صورت غیر عمدی اطلاعات غلط میدن. ببینید ما خودمون در گروه‌های مخفی به لول‌های بالای یادگیری میرسیدیم و بعد شروع به تدریس این اطلاعات و مطالب میکردیم. شما الان شاگرد هستین و دارین یاد میگیرید و یادگیری شما تا زمانی که از این دنیا میرید و میمیرید بعد ادامه داشته باشه.
شما باید همیشه قابلیت آموزش پذیری و یادگیری بالایی داشته باشین و همیشه از یه نفر یاد بگیرید. تا زمانی که این اطلاعات رو کامل یاد نگرفتید و حسابی مسلط نشدید نمیتونید به دیگران یاد بدید. زمانی شما میتونید یاد بدید که مدرک واقعی رو در جهان هستی دارید که نشون بده چیزی که دارید یاد میدید واقعا در زندگی خودتون پدیدارش کردید و در اون استاد شدید. مثلا یه شخصی میگه من میتونم یه کیک شکلاتی خوشمزه درست کنم. خب اگه میخوای به من یاد بدی چجوری اینو درست کنم، اول خودت درستش کن. من خودم چیزی رو که دارم تدریس میکنم هزاران بار انجام دادم، هزاران بار به نتیجه رسوندمش و نتایج واقعیش رو میتونید ببینید. شاید خیلی از شما بگید آقا من میخوام الان برم اطلاعات رو یاد بدم، من میخوام برم تعریف کنم و به همه بگم که چه خبره. بعد بهتون بگم آروم باشین، آروم باشین. شما در حال حاضر 99.9% از اطلاعات که تو ذهنتونه اطلاعات غلط و آتش‌خاله. اول باید اونا رو پاک کنید، اول باید اطلاعات درست رو یاد بگیرید، استاد بشید و بعداً تدریس کنید. حالا شما چجوری میتونید توی این اطلاعات استاد بشین؟ اولین راه رو توی این CD ها بارها گفتیم. شاید لازم باشه CD ها رو 100 بار گوش کنید و در بار 101 انگار کلا این CD ها یه چیز جدید برای شما داره. اما دلیل اینکه شما باید بارها این CD ها رو گوش کنید، کتاب ها رو بخونید، یک شخص موفق و بالاتر از خودتون رو بارها مشاهده کنید یا اینکه خودتون یک کاری رو بارها انجام بدید، اینه که هر بار یک سری کانال های نورونی جدید در ذهن شما به اندازه و سایزهای مختلف ایجاد میشه و هر کدوم از اینها یک ارتعاش متفاوتی دارن و چیزهای متفاوتی رو جذب میکنن. یعنی چیزی که شما امروز هستید با چیزی که فردا ممکنه باشین فرق میکنه. مثلا اگر شما در تمام طول روز این اطلاعات رو دریافت کنید و بهشون گوش کنید و باهاشون درگیر بشین و فردا دوباره این اطلاعات به شما داده بشه، انگار یه تجربه جدید براتون اتفاق افتاده، چون فردا شما یه آدم دیگه‌ای هستید و تغییر کردید. این واقعا یه نکته کلیدیه که شما باید بارها به این CD ها گوش کنید و این کتاب ها رو بخونید. این واقعا نکته مهمیه. مثلا شما کتابی رو به یک نفر معرفی میکنید و میگید این کتاب رو بخون. اون میگه من این کتاب رو خوندم. میگه خب چه زمان این کتاب رو خوندی؟ میگه من 15 سال پیش این کتاب رو خوندم. تو 15 سال پیش این کتاب رو خوندی؟ اگه این کتاب رو توی همین هفته بخونی، هفته دیگه دوباره باید این کتاب رو بخونی و وقتی میخونیش انگار یه کتاب جدیده، چون تو داری تغییر میکنی. تو نمیتونی بگی من یه بار این کتاب رو خوندم، یک بار این CD رو گوش دادم، یه بار این سمینار رو رفتم. مثلا من وقتی به شما میگم بیا امشب بریم بیرون با هم شام بخوریم، تو به من میگی من یک بار توی عمرم شام خوردم؟ میگی 30 سال پیش شام خوردم؟ یا میگی من یه بار تو عمرم رفتم حمام دوش گرفتم دیگه لازم نیست این کارو بکنم؟ نه، تو هر روز به بدنت غذا میدی، هر روز نظافتش میکنی. حالا باید این کار رو با ذهنت هم انجام بدی. ذهن تو هر روز داره بزرگ میشه، باید هر روز بهش اطلاعات جدیدی بدی، باید هر روز اونو با اطلاعات درست و قوی تغذیه کنی. پس شما نیاز دارید که این کتاب‌ها و سمینارها رو بارها به صورت پیوسته بخونید و گوش کنید و زمانی که این کار رو انجام بدید و به درجه بالا از مهارت و استادی در این مفاهیم پایه‌ای میرسید، اون زمانی که شماها آمادگی اینو دارید که وارد مرحله بعدی بشین. درست همونطور که خودم توی گروه این مراحل رو طی کردم، همونطوری که وقتی یه شخصی که وارد ارتش میشه این مراحل رو طی میکنه. مثلا از سرباز شروع میشه، بعد گروهبان میشه، بعد استوار میشه، بعد افسر میشه، بعد سرهنگ میشه، همینطور درجات طی میشه. باید توی هر مرحله قبول بشه تا وارد مرحله بعدی بشه. به عنوان مثال اگه شما توی کلاس آشپزی باشید و به شما 5 تا غذای مختلف رو یاد بدن، تا اونا مسلط نشین به شما غذای ششم رو یاد نمیدن.
ببینید مطلب خیلی واضح و روشنه. اگر در این مفاهیم پایه‌ای خوب مسلط بشید، اون موقع شما به مرحله بعد راه پیدا میکنید و میتونید یک استاد شخصی برای خودتون داشته باشید. اون موقع میتونید توی یه سری از جلسات شرکت کنید. البته اینو هم بگم که شاید خیلی از شما اصلا به این اهمیت نمیدید که استاد شخصی اصلا به چه درد میخوره، برای چی هست. شاید اصلا نخواهید و این خودش یه مسئله خیلی طبیعیه، چون هر کسی با شخص دیگه فرق میکنه. هیچ کس بهتر از اون یکی نیست. هر کس آرزوی قلبی خودش رو دنبال میکنه و این کاملا طبیعیه و اصلا مهم نیست که شماها بخواید استاد شخصی داشته باشین یا نه. این کاملا به خودتون بستگی داره. ولی در تمام طول این مدت شما باید با این مسائل و مفاهیم درگیر باشید. در واقع به صورت پیوسته باهاشون کار داریم، چون با این کار کانال‌های نورونی رو در ذهنتون میسازیم. من یه سری از آدم‌ها رو خیلی دوست دارم که همش سمینارهای مختلف رو دنبال میکنن. من بعضی موقع‌ها ازشون میپرسم این سمینارها رو خیلی دوست داری؟ میگه آره، من عاشق این سمینارم و دوستش دارم. میگم اون شخصی که این سمینار رو برگزار میکنه هم دوست داری؟ میگه آره، عاشق این آدمم، حتی یه دونه از سمیناراش هم از دست ندادم. میگم خب چند وقت این سمینارها رو میری؟ میگه من چند ساله دارم این کار رو میکنم. میگم اوه چقدر خوب، چندین سال داری سمیناراش رو میای و دنبال میکنی. حالا چی کار کردی؟ چه نتیجه‌ای گرفتی تو زندگیت؟ میدونی چی میگه؟ میگه من هنوز دارم یاد میگیرم و نکته جالب اینجاست که این شخص میخواد یه معلم باشه در حالی که هیچی یاد نگرفته. بیایید حرف منو باور کنید. اگر شما به جای اینکه سالها این سمینارها رو برید، این مسائل رو توی زندگیتون به کار ببندید، خیلی بیشتر یاد میگیرید. مثلا شما یه سال رفتی کلاس آشپزی، بعد بهتون میگن بیا غذا درست کن ببینم چی بلدی. میگی من هنوز بلد نیستم. اگه هر روز توی آشپزخونه مشغول غذا درست کردن باشی، خیلی بیشتر از اون یک سالی که رفتی کلاس آشپزی یاد میگیری، چون با انجام دادن و به صورت فیزیکی متوجه میشی چی کار میکنه چی کار نمیکنه. این اطلاعات هم همینطوره. وقتی که انجام میدید متوجه میشید که جواب میده و اون موقع است که واقعا چیزی یاد گرفتید. اون موقع به من بگید که یاد گرفتید. شما باید این سیدی ها رو بارها و بارها و بارها گوش کنید و اون کارها رو خودتون به صورت فیزیکی انجام بدید. اینجوری شما خیلی بیشتر یاد میگیرید. ببینید همه افرادی که سمینارهای خیلی بزرگ که خیلی هم زرق و برق داره و سر صدا میکنه رو درس میدن من میشناسم. این آدم ها سمینارها رو درس میدن به خاطر اینکه ازش پول در بیارن. متوجه هستین؟ یه عده کمی به خاطر آرزوی قلبی خودشون دوست دارن سمینارهای بزرگ رو برگزار کنن. اما در مورد منفعت شما خیلی از این سمینارهای بزرگ سود و منفعت به دست نمیارید. منفعت شما توی انجام دادن این کارها به دست خودتونه. البته اینم بهتون بگم، این علاقه‌ای که الان برای برگزار کردن سمینار دارید و دوست دارید که یاد بدید، بهتون قول میدم برای اکثرتون یه حس خیلی کوتاه موقتی باشه. وقتی از این اطلاعات درست استفاده کنید، اون موقع متوجه میشید که چیزهای بزرگتری رو میخواین، چیزهای دیگه‌ای رو میخواین و این هوس زودگذر سریعا شما رو ترک میکنه و از بین میره. ولی خب اینم بهتون بگم که اگر درس دادن و برگزار کردن سمینار آرزوی قلبی شماست، من با کمال میل و با آغوش باز از این ایده استقبال میکنم و میگم که خیلی کار خوبیه. چون هر چیزی که شما رو خوشحال میکنه، هر چیزی که به شما احساس خوبی میده، در واقع همون چیزیه که ما میگیم باید دنبالش کنید. امیدوارم جواب سوالتون رو کامل داده باشم. خب برگردیم به درس اصلی خودمون که همون 5 تا مفهوم پایه‌ایه. حالا شاید یکیتون بگه کدوم 5 تا؟ ما 4 تا مرحله داشتیم. باید بگم که حواستون خیلی جمع نیست. اون 5 تا ایناست. 1. اینکه شما به کی گوش میکنید، از کی یاد میگیرید. 2. میزان آموزش پذیری و یادگیری شما چقدره. 3. بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت به چه صورته. 4 تا مرحله یادگیری که در واقع هدف رسیدن شما به مرحله ناخودآگاهی و شایستگیه. و 5. مسلط شدن و استاد شدن در این 4 تا مرحله بالایی که گفتیم.
پنجمین مفهوم پایه‌ای مهمترین و پایه‌ای ترین مفهومه. در واقع باید روی مفاهیم قبلی حسابی مسلط بشیم و یاد بگیریم. تمرکزتون رو برای این مفاهیم پایه‌ای بذارید. اگر شما تمام وقت و انرژی خودتون رو برای این مفاهیم پایه‌ای بذارید، اتفاقی جادویی توی زندگی شما میفته. خیلیاتون این ضرب المثل رو شنیدیم که میگه شاگرد که آماده باشه استاد از راه میرسه. این یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما 100% قابلیت آموزش پذیری و رغبت برای یادگیری و تغییرات دارید، زمانی که تمرکزتون روی چطور و چگونگی نیست و تمام تمرکزتون روی آرزوی خودتونه، همون بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت رو میگم. اون موقع شما توی مرحله 4 یادگیری هستید، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. مثال مشت استاد معبد شاولین رو یادتون هست؟ اون عبارتی که گفته بود یادتونه؟ گفته بود من از اون 1000 تا مشت تو که هر کدومو یک بار تمرین کردی نمیترسم، از اون یه دونه مشت تو میترسم که 1000 بار تمرین و تکرارش کردی. اینجوری بهتون بگم، من از تمام آدم هایی که همه این اطلاعات رو میدونن نمیترسم، از اون یه دونه آدمی میترسم که توی این 4 تا مفهوم پایه‌ای حسابی مسلط شدن. البته نباید بگم میترسم، باید بگم که اون آدمو بیشتر از همه تحسین میکنم. ببینید کسی که 1000 تا ضربه رو یاد گرفته باشه ولی روشون مسلط نباشه توی مبارزه کشته میشه، ولی اگر کسی روی 1 یا 2 ضربه حسابی مسلطه همیشه پیروزه. بعضی از ماها بروس لی رو میشناسیم. قبل از بروس لی تمام اساتید هنرهای رزمی خیلی تکنیک‌های زیادی رو میدونستن و وقتی با هم دیگه مبارزه میکردن مبارزهشون ساعتها طول میکشید، ولی بروس لی هنرهای رزمی رو منقلب کرد. اون برای مبارزه با این اساتید توی رینگ میومد. بروس لی توی 1 یا 2 تا حرکت استاد بود و کمتر از 1 دقیقه مبارزه رو تموم میکرد. دین دین مبارزه تموم شد، چون بروس لی میدونست که مفاهیم پایه‌ای چقدر مهمه و از همون روش برای ضربات خودش استفاده میکرد. اون توی چند تا ضربه استاد شده بود و به همین خاطر سریعا مبارزه رو تموم میکرد. پس باید برگردیم به 5 تا مفهوم پایه‌ای خودمون. اول به کی گوش میکنید؟ دوم میزان یادگیریتون چقدره؟ سوم بالانس ترازوی پیشرفتتون به چه صورته؟ چهارم 4 مرحله یادگیری و رسیدن به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی و پنجم مسلط شدن روی این 4 تا مرحله قبلی. هر بار که شما این کار رو انجام میدید، هر باری که این اطلاعات رو برمیگردید و مطالعه میکنید، شما دارید کانال‌های نورونی رو توی ذهن خودتون میسازید و این کانال‌ها مدام بزرگتر و بزرگتر میشن و به جایی میرسه که انگار اتفاقات به صورت جادویی برای شما میفته. یادتون باشه که تکرار یک چیز درست و اصولی به شما نتیجه درست رو میده. اگر شما یک چیز رو بارها غلط انجام بدید، هیچ موقع نتیجه درستی ازش نمیگیرین. پس زمانی که درست انجام بدید، اون موقع نتیجه اساسی خودش رو نشون میده. اون موقع مشت شما یک مشت حسابی میشه، مثل مشت استاد معبد شاولین که توی فاصله زیاد از شعله شمع رو خاموش میکنه. برای شما هر کدوم از این مفاهیم پایه‌ای باید واقعا عمیق و قدرتمند باشه. شما نباید بگید آقا من خودم میدونم باید از کی خط بگیرم و به کی گوش بدم، من میدونم که باید قابلیت یادگیریم بالا باشه، میدونم نباید به چگونگی توجه کنم. نه، اینا فایده نداره. واسم خیلی جالبه که بعضی اوقات شخصی میاد میگه آقا من اینو دیگه یاد گرفتم، متوجه شدم. بعد من بهش میگم نه تو یاد نگرفتی. میگه نه من اینو فهمیدم، قشنگ یاد گرفتم. بهش میگم همین که داری میگی دیگه یاد گرفتم و فهمیدم، داره نشون میده که تو یاد نگرفتی. همین نشون میده که قدرت یادگیریت پایین اومده و به 0 رسیده. تو اون موقع میگی چی؟ همین. چون یادگیری چیزی نیست که یه جای استاپ بخوره و متوقف بشه. اتفاقیه که همیشه باید بیفته. مثلا من به این اهمیت نمیدم که 85 سالته و میلیون ها دلار پول داری، چون باید توی لول خودت در حال یادگیری باشی. اتفاقا افرادی مثل اینها که سنهای بالایی دارن و میلیون ها دلار هم پول دارن هنوز در حال یادگیری هن و جالب اینجاست که بدونید اتفاقا اینا دانش آموزای اصلی هستن. اینا بیشتر از همه تشنه یادگیری هستن. افرادی که خیلی پول دارن و سنشون هم بالاست میدونن که خیلی چیزها رو بلدن، ولی اینم میدونن که خیلی چیزها هست که هنوز نمیدونن.
چون اونها استادهای واقعی هستن. یادتون باشه که ما نمیدونیم که چه چیزی رو نمیدونیم. خیلی اطلاعات و دانش بیشتری هست که ما ازشون خبر نداریم و بی اطلاعیم. کسانی که فکر میکنن خب من اینو یاد گرفتم و دیگه فهمیدم، توی یه لولی استاپ میکنن و دیگه از اون بالاتر نمیرن، چون دیگه قابلیت یادگیری ندارن. در واقع استاپشون هم به این صورت نیست که یک جا ثابت بمونن، بلکه به عقب برمیگردن، چون اگه شما رشد نکنید در حال مرگ هستیم. خب تا اینجا ما زمین رو آماده کردیم که بتونیم بذرمون رو بکاریم. بذر ما اینه که شما چجوری میتونید هر چیزی رو که میخواین داشته باشین و به دست بیارید. دکمه‌ای که باید بزنید تا اون اتفاق براتون بیفته کجاست؟ و اینکه چطور میتونید چراغ جادویی علایالدین رو به دست بیارید. ما الان میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته در طی صحبتامون ما دوباره مفاهیم پایه‌ای برمیگردیم و مدام به اونها اشاره میکنیم، چون واقعا مهمن. آیا شما چراغ جادو میخواین امروز داشته باشینش؟ بله، همین امروز. شما لازم نیست برای 5 سال صبر کنید. همین امروز میتونید داشته باشینش. همین امروز بهش دستور بدین و اون چیزی رو که میخواین بهتون بده. میخواین؟ در دهه 1960 شخصی بود به نام ارل نایتینگل. بله، خیلیاتون اونو میشناسین. ارل نایتینگل در اون زمان یک مجموعه رو درست کرد. قبل از پیدایش CD و کاست و اینها بود. اسم مجموعش عجیب ترین راز دنیا بود که به پرفروش ترین مطلب رشد شخصی و موفقیت تبدیل شد. ارل نایتینگل در اون زمان قسمت کوچیکی از یه رازی رو به صورت همه‌گیر پخش کرد که تا قبل از اون خیلی افراد کمی از اون اطلاع داشتن. یعنی قبل از ارل نایتینگل در دهه 1920 و 1930 شخصی به اسم ناپل اون هیل این کارو کرده بود که در موردش صحبت خواهیم کرد. ارل نایتینگل تعریفش برای عجیب ترین راز دنیا این بود. اون گفت در تمام کره زمین، در تمام جهان هستی یک رازی برای موفقیت هست و این عجیب ترین رازه و تعریفش از این راز این بود که شما به اون چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. در دهه 1920 و 1930 میلادی شخصی بود به نام ناپل اون هیل که چندین کتاب نوشته بود. اسم اولین کتاب ناپل اون هیل که خیلی از شماها اسمش رو هم نشنیدین، قوانین موفقیت در 16 درسه. داستان ناپل اون هیل یه جورایی خیلی منحصر به فرده. در زمان زندگی ناپل اون هیل شخصی به نام اندرو کارنگی بود. اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد زمان خودش در کل دنیا بود. اندرو کارنگی عضو یکی از گروه‌های مخفی بود، یعنی اطلاعات رو میدونست و ازشون استفاده میکرد. اون تصمیم گرفت مقداری از این اطلاعاتش رو به افراد دیگه هم یاد بده. به همین خاطر ناپل اون هیل رو استخدام کرد و گفت که من میخوام یه سری تکنیک و مطالب رو بهت آموزش بدم. اندرو به ناپل اون گفت من ازت میخوام بری و مشاهده کنی که ببینی تکنیک ها فقط تکنیک های من نیستن. تمام افراد ثروتمند دنیا از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن و تو باید بری اونها رو مشاهده کنی. اندرو کارنگی گفت من میخوام تو رو معرفی کنم به هنری فورد، توماس ادیسون، فایرستون، همون شرکت لاستیک فایرستون و خیلی های دیگه که شما الان نمیشناسیدشون، ولی اون زمان افراد ثروتمندی بودن. نکته مهم اینجاست که اندرو کارنگی ناپل اون هیل رو فرستاد که زندگی این افراد موفق رو مشاهده کنه. من توی مجموعه از این طریق که برم مشاهده کنم خیلی یاد میگرفتم. راجع به مشاهداتم ازم سوال میشد و نکاتی که من مشاهده نکرده بودم به من گوشزد میشد. اندرو کارنگی به ناپل اون هیل یه سری کتاب داد. البته ناپل اون هیل عضو گروه نبود، ولی اندرو کارنگی اونو به عنوان یه شاگرد قبول کرد. اندرو گفت من میخوام که 20 سال از عمرتو به این مسائل اختصاص بدی و مشاهده کنی و یاد بگیری و بعد در مورد اینکه چطور میشه پول به دست آورد کتاب بنویسی. تمرکزت رو روی پول و ثروت بذاری و این کتاب رو به دنیا ارائه کنی. بعداً اولین کتاب ناپل اون هیل به اسم قوانین موفقیت در 16 درس بیرون اومد. ناپل اون هیل از چیزهایی که از اندرو کارنگی یاد گرفته بود و مشاهداتی که از این افراد موفق داشت خیلی حیرت زده شده بود. قبل از اون اصلاً توی تاریخ اتفاق نیفتاده بود که این اطلاعات به این صورت به دنیای بیرون درس پیدا کنه. این همون روشی بود که من و همکارام ازش استفاده میکنیم.
البته ثروتمندترین مردم نه فقط از لحاظ پول، حالا فردا راجع به پول مفصل صحبت میکنیم، ولی ثروت یعنی چقدر خوشحالید، یعنی چقدر راحت آرزوهاتون رو به دست میارید. در واقع موفقیت یعنی این که شما چقدر خوشحال هستین. این معنی اصلی موفقیته. ما به این افراد معرفی می شدیم و از اونها یاد می گرفتیم. افرادی که هم از لحاظ روابط و ثروت و هم از لحاظ مسائل دیگه واقعا در سطح خیلی بالایی بودن. البته شاید این غیر ممکن باشه، مثلا شما بخواید خوشحال باشین ولی قرض داشته باشین و حسابی توی قرض باشین و طلبکارای شما دم به دقیقه بیان دنبالتون. به نظر میاد در این حالت خیلی سخت باشه که بخواید خوشحال باشین. البته غیر ممکن هم نیست، ولی مطمئنا این حالت خوبی نیست که ما بخوایم توش باشیم. پس هدف ما در اینجا خوشحال بودن بی اندازه است. ناپلئون هیل مطالب و قواعد خیلی زیادی رو یاد گرفت و آنها رو به صورت کتابی به نام قوانین موفقیت در 16 درس نوشت. اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بود که افراد گروه‌های مخفی، افرادی که در گروه‌های ممتاز جامعه بودن و رسانه‌ها و روزنامه و نفت رو کنترل می‌کردن، دور هم جمع شدن و مخالف این بودن که این اطلاعات بخواد به بیرون درس پیدا کنه. پس این کتاب رو از بازار بیرون کشیدن و در سال 1937 این کتاب ناپدید شد و ناپلئون هیل رو مجبور کردن که کتاب آبکی تری بنویسه به اسم بیاندیشید و ثروتمند شوید. همین اتفاق برای کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید هم افتاد. دوباره این کتاب رو از بازار بیرون کشیدن و موارد اصلی و کلیدیش رو حذف کردن و دوباره کتاب آبکی تری به بازار روانه شد. ناپلئون هیل چندین جمله خیلی مهم و اساسی گفته و میخوام اینجا روی یکیشون تمرکز کنم. ناپلئون هیل گفته هر چیزی که ذهن انسان بتونه به تصویر بکشه و خودش رو به مرحله باور برسونه میتونه اون رو به دست بیاره. حالا این رو با عجیبترین راز ارنایتینگل مخلوط کنید. شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. حالا بذارید من خیلی راحت در مورد مسئله موفقیت و رسیدن به اهداف صحبت کنم. چند سال پیش کتابی به اسم راز بیرون اومد که واقعا کتاب خیلی خوبیه و من به همه توصیه میکنم که بخوننش. توی این کتاب یه چیزی به اسم قانون جذب شرح داده شده. این واقعا اولین کتابیه که مفهوم قانون جذب رو در یک سطح خیلی عظیم به عموم مردم میگه و در اختیارشون میذاره. البته یه مدتی بازار این کتاب خیلی گرم شده بود، ولی بعد از یه مدت به دلایل خیلی زیادی دیگه خیلی کم رنگ شد. یکی از دلایلش میتونه این باشه که تعداد خیلی زیادی از کتاب راز و کتاب‌های دیگه‌ای که در این زمینه بودن فروخته شد. تخمین زده شد طی چند سال اخیر یه چیزی در حدود 50 میلیون نسخه از این کتابا فروخته شده. حالا سوال اینجاست چرا این همه کتاب فروخته شد ولی یک دفعه ناپدید شد؟ چرا اینقدر در مورد این کتاب ها دید منفی هست؟ چرا خیلی ها میگن که این مسئله یه مسئله کلاهبرداریه؟ وقتی کتاب به بازار میاد و یه سری افراد این کتاب رو میخونن، درصد خیلی کمی از کتاب نتیجه میگیرن و قسمت عمده‌ای از کسایی که کتاب رو میخونن نتیجه ازش نمیگیرن. به همین خاطر میگن این حتما یه کلاهبرداریه. این همون اتفاقی که برای کتاب ناپلئون هیل هم افتاد. در 1920 و 1930 به دلیل اینکه موارد اصلی و کلیدی کتاب ناپلئون هیل ازش گرفته شده بود و نسخه آبکیش به بازار اومده بود، 95% از کسایی که اون کتاب رو میخوندن هیچ نتیجه ازش ندیدن. به همین دلیل گفتن که این چیزهایی که داره یاد میده حتما کلاهبرداری و دروغه. اگه شما یه دستور پخت داشته باشید میتونید یک کیک شکلاتی خوشمزه بپزید و نکته اصلی اینه که دستور پخت به شما کمک میکنه که یک کیک خیلی خوشمزه بپزید. خب حالا شخصی که این دستور پخت رو داده چون نمیخواسته دیگران هم یک کیک خوشمزه بپزن، مثلا دما رو تغییر داده، مقدار مواد رو بالا پایین کرده و چیزایی رو کم و زیاد کرده. اون موقع شما یه دستور پخت دیگه برای کیک شکلاتی دارید. وقتی شما دستور پخت که موارد اصلیش تغییر داده شده و عوض شده رو دنبال میکنید، به یک کیک شکلاتی خوشمزه نمیرسید. حالا ممکنه شما به یک کیک شکلاتی خوشمزه رسیده باشین، به این دلیل که شما آدمی هستین که دقیقاً دستور رو دنبال نمی‌کنید و دقیقاً اون کاری که به شما گفته شده رو انجام نمیدین. شما یه سری اشتباهات رو توی دستور پختی که اشتباه انجام میدید و به صورت اتفاقی یک کیک خوشمزه شکلاتی میپزید. این با جور در میاد.
اون دستور که توش اشتباه بود. شما هم که اشتباه کردین و به صورت اتفاقی به یک کیک خوشمزه رسیدین. این واقعا با هر جور در میاد؟ حالا آیا قانون جاذبه واقعا کار میکنه؟ ما الان اینجاییم. همکاری من اینجان که به شما بگیم بله واقعا کار میکنه. شما دارید شواهد واقعی و فیزیکی رو میبینید. هر چیزی که ذهن شما به تصویر بکشه تا زمانی که باورش دارین اون اتفاق میفته. از زبان ارل نایتینگل میگم. چیزی رو که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید بهش میرسید و به دستش میارید. حالا یه واقعا به همین سادگیه؟ نه. اگه بخوایم صادقانه بگیم نه. خیلی خیلی کارهای فیزیکی هم باید انجام بشه. وقتی همه موارد کلیدی رو با هم داشته باشین و به همه به صورت کلی نگاه کنید، اون وقت واقعا همه چیز ساده میشه. حالا شما اینجا هستین که دستور پخت اصلی رو یاد بگیرید بدون اینکه موارد اصلیش تغییر داده شده باشه یا ازش حذف شده باشه. شما اینجایید که دستور اصلی و راز موفقیت رو که تا حالا به دنیای بیرون دست پیدا نکرده رو بگیرید. حالا از اینجا به صورت یک مطلب خیلی کوتاه شروع میکنیم تا بتونیم مطالب کلی‌تر رو خیلی بهتر نشون بدیم. داخل جمجمه مغزتونه و خارج از اون و اطرافتون چیزی رو داریم که بهش میگین ذهن. در جاهای مختلف دنیا اسمای زیادی برای ذهن وجود داره که اصلا مهم نیست. ما هممون این رو میدونیم و قبول داریم که خارج از بدنمون یک حالتی از میدان انرژی وجود داره که ما بهش ذهن میگیم. شما اینو باور بکنید یا نه فرقی نمیکنه. چون چیزی که دارم میگم یک مطلب کاملا علمی و اثبات شده است و قابل اندازه‌گیریه. مطلبی نیست که نتونید درکش کنید و کاملا واقعیه. شما ذهن دارید و این ذهن شما یک میدان انرژی در اطراف شماست. حالا چرا من میگم اگر شما باورش کنید یا نه فرقی نمیکنه؟ یادم یه دفعه داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، بهش گفتم به نظر تو من نباید اینا رو باور کنم تا من جواب بده؟ اون بهم گفت نه، بعضی چیزا نیاز به باور ندارن. مثلا طبق قانون جاذبه زمین اگر تو از بالای این ساختمون بخوای بپری، از لبه این ساختمون بری جلوتر میافتی پایین. اصلا فرق نمیکنه که تو قانون جاذبه زمین رو باور داشته باشی یا نه، چون همیشه داره کار میکنه. من بهش گفتم که پس این کتاب ها و کسایی که میگن اگه تو باور داشته باشی میتونی قانون جاذبه رو نقض کنی و یه جوری اون رو دور بزنی و میتونی توی هوا شناور باشی چی میگن؟ دوستم گفت شاید این چیزی که تو داری میگی درست باشه، بیا امتحانش کنیم. یه نفر رو من نشون بده که از اون ساختمون بخواد بپره پایین ولی نیفته. اگه نمیتونی نشون بدی شاید اصلا این دروغه و حتی اگه بخوایم فرض کنیم که حقیقته، انقدر دور از ذهنه که برای تو چه فایده‌ای داره که بخوای به اونجا برسی؟ اگه از این ساختمون بخوای بپری و روی هوا معلق باشی چه فایده‌ای برای تو داره؟ پس هیچ فایده‌ای واسط نداره که بخوای باورش کنی و وقت تو بذاری. اینو بدون که قانون جاذبه زمین وجود داره و هست. من در مورد اون درصد خیلی کمی که ممکنه بتونه قانون جاذبه رو دور بزنه صحبت نمی کنم. من دارم در مورد این صحبت می کنم که 99.9% مردم دارن از این قانون استفاده می کنن. پس تو همین کارو بکن. فرقی نمی کنه که تو باور کنی که این قانون هست یا نه، چون این قانون واقعا داره کار میکنه و به صورت پیوسته در حال عمله. قوانین اصلی رو یاد بگیر که ذهن چجوری کار میکنه، موفقیت چجوری به دست میاد، بدن ما چجوری کار میکنه که بتونی توی این دنیا موفقیت و خوشحالی بیشتری داشته باشی. رو چیزهایی کار کن که ثابت شده، نه اون چیزهایی که تئوری هستن. مثلا ساعت‌ها توی خونه بشینی و مدیتیشن کنی برای اینکه به یه جوابی برسی. البته منظور من نیست که مدیتیشن بده، من فقط میخوام بگم که چجوری از راهی که ثابت شده استفاده کنی. میخوام بگم که وقتت رو روی چیزهایی بذاری که جواب میده. این همه شواهد و مدارک داریم که نشون میده این قانون جواب میده. شما هم بیا از همین قانون استفاده کن. چرا وقتتو بذاری برای چیزهایی که نمیدونی چیه؟ کلی وقت و انرژی بذاری و از یه راه دیگه بخوای به نتیجه برسی. خب همین راه داره جواب میده، از همین راه استفاده کن. بنابراین شما یه ذهن دارید و داخل جمجمتون هم مغز دارید. الان بعضی از شما توی مفاهیم پایه‌ای حسابی به مشکل برخوردین. الان از چهرهاتون مشخصه بعضی از شما توی مفهوم اول که میگه به کی دارین گوش میکنید به مشکل خوردین.
مثلا میگین که من بودایی هستم. این چیزایی که میخواد بگه چطور با باورهای من میخواد سازگاری پیدا کنه؟ نکنه با اونا مخالفتی داشته باشن، یا مثلا توی اون سمیناری که رفته بودم اونا یه چیز دیگه میگفتن، یعنی که من فلان کتابو خوندم و اون چیزی که میخواد به من بگه ممکنه با اعتقادات من جور در نیاد. شما برگشتین و توی این مفهوم اولیه به مشکل برخوردیم که به کی دارین گوش میکنید و از کی دارید یاد میگیرید. بعضیاتون توی میزان یادگیری و آموزش پذیری به مشکل خوردین. بعضیاتون میگین من فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. بعضیاتون قابلیت پذیرش تغییرات رو ندارید. اگر همیشه اون چیزی رو که عمل کردید انجام بدید و به کارتون ادامه بدید، به چیزایی میرسیم که قبلا داشتیم. اگر میخواین چیزهایی که تو زندگیتون هستن تغییر کنن، شما باید چیزهایی که تو زندگیتون هستن رو تغییر بدین. فقط شما. بعضی از شما توی بالانس ترازوی پیشرفت به مشکل خوردین و میگین من چطور این کارو بکنم؟ چطور؟ به این فکر نمی کنید که روی اون قسمتی از ترازو متمرکز شدین که اشتباهه، چون 99.9% تمرکز باید روی افکار باشه و چرای خواستتون. توی این مسائل با من همراه هستین؟ با من موافقین؟ به خاطر اینکه مفاهیم پایه‌ای خیلی مهمه و ما باید مدام بهشون برگردیم. توماس ادیسون رو میشناسید؟ شخصی که لامپ رو اختراع کرد و بیشترین اختراعات رو داشته. اون یه نابغه بوده، کسی که فقط تسلا از نظر جایگاه علمی نزدیک اونه و آلبرت انیشتین هم که میشناسید، کسی که نظریه نسبیت رو عنوان کرد. بعضی اوقات به عنوان نابغه ترین و باهوشترین فرد دنیا ازش نام برده میشه. جفتشون یه چیزی رو گفتن. این دو نفر چیزی رو به صورت علمی ثابت کردن که خیلی جالبه. اون مورد اینه که ذهن ما فرستنده و گیرنده ارتعاشه. بهتر بگم فرستنده و گیرنده انرژی به صورت ارتعاش. این دو نفر احمق و نادون نیستن. این دو نفر نابغه و دانشمندن. این دو نفر ثابت کردن که هر سلول بدن انسان از خودش یه فرکانس متفاوت ساطع میکنه. همه چیز در جهان هستی از انرژی تشکیل شده. یه تیکه چوب، یه دونه سیب، یک سنگ، یک جسم بیجان، تلویزیون و هر چیزی از خودش یک انرژی متفاوت ساطع میکنه. فرکانس میتونه وایبریشن و یا لرزش هم نامگذاری بشه. انرژی، وایبریشن یا ارتعاش همشون یه چیز هستن. هر چیزی که قابل اندازه‌گیری با تکنیک‌های امروزی و یا قابل لمس کردنه ارتعاش ساطع میکنه. حتی DNA شما در پایین ترین سطح خودش یک ارتعاش ساطع میکنه. ارتعاش از همه چیز رد میشه و مثل امواج رادیویی میمونه. به عنوان مثال اگه شما توی یه خونه قدیمی برید و رادیو رو روشن کنید، موسیقی به طرز حیرت‌آوری از توی رادیو پخش میشه. آنتن رادیو شما امواج رادیویی رو که از یک فرستنده خیلی اونورتر یا یک ماهواره داره فرستاده میشه بلافاصله دریافت میکنه. این امواج رادیویی از همه چی رد میشه، از آهن، سنگ، شیشه، همه چی. بعدش تو سرتاسر دنیا پخش میشه. اما چجوری از همه اینها رد میشه؟ علتش اینه که ذرات امواج رادیویی خیلی ریزتر از ذرات اجسامن، ریزتر از الکترون ها و پروتون ها در داخل اتمن حتی، و چون ریزترن میتونن از درونشون رد بشن. این دو نابغه آلبرت انیشتین و توماس ادیسون میگن که اگر انرژی و افکار انسان متمرکز بشه، این فرکانس از همه چیز عبور میکنه و در سرتاسر جهان پخش میشه و توسط ذهنهای دیگه دریافت میشه و روی ماده فیزیکی اثر میذاره. در واقع طبق گفته اونها ذهن یک فرستنده و گیرنده ارتعاشه. من اینو از خودم نمیگم، دقیقاً چیزی که این دو نفر گفتن رو میگم. طبق گفته این دو نفر این خاصیت ذهن ماست و این انرژی و ارتعاشی که ذهن میفرسته از همون نوع امواج رادیوییه، ولی با یه تفاوت جزئی. اون تفاوت اینه که طبق گفته این دو نفر امواج و ارتعاشی که ذهن شما میفرسته کوچکتر از امواج رادیوییه. سرعت این امواج حتی از سرعت نور هم بیشتره و یه فرق دیگه هم که وجود داره اینه که امواج رادیویی به صورت مستقیم حرکت میکنه، ولی امواج ذهنی شما به همه جهات میرن. یعنی اگر شما الان این سر کره زمین ارتعاشی رو بفرستین، در اون سر کره زمین در همین لحظه با همین مقدار انرژی یک ذهن دیگه و یا یک ماده دیگه میتونه این ارتعاش رو دریافت کنه. این
مطلب همون چیزی بود که ناپلئون هیل به صورت مستقیم از ثروتمندترین مرد جهان یعنی اندرو کارنگی شنید و هنری فورد و بقیه افراد ثروتمند هم اونو برای ناپلئون هیل تایید کردن. این یکی از همون رازاییه که اونا میدونستن و به من و همکارانم توی گروه‌های مخفی آموزش دادن. این راز اینه که شمایی که الان توی خونتون نشستین و دارید اینو گوش میکنید توی سرتون قوی ترین و سریع ترین فرستنده و گیرنده ارتعاش در کل جهان هستی رو دارین. معمولا یه نفر میپرسه که راجع به خارج از جهان هستی چطور؟ آیا اونجا هم ذهن ما قوی ترین و سریع ترین فرستنده است؟ من در جواب میگم این سمیناری که الان داریم راجع به موارد پایه‌ای و بیسیکه. من خوشحال میشم که راجع به این موارد در جلسه دیگه براتون صحبت کنم و اونجا مفاهیم حرفه‌ای‌تر رو براتون توضیح بدم که مطمئنم همتون خیلی خوشتون میاد و براتون هم خیلی جالب خواهد بود. پس اولین مفهوم اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه و مفهوم دوم مفهوم قانون جاذبه است. قانون جاذبه میگه هر مقدار انرژی و فرکانسی که بفرستی همون مقدار انرژی و فرکانس به سمت تو برمیگرده. یه میدون انرژی وجود داره که هر چیزی رو که تو بفرستی همون مقدار به سمت تو برمیگرده و این مفهوم چیزی که در تمام ادیان بوده و هست. چه شما مسلمان باشید و به قرآن اعتقاد داشته باشید، چه مسیحی یا بودایی یا هر مذهب دیگه‌ای که داشته باشین، همشون همچین قانونی رو دارن. همشون دارن تدریس میکنن و میگن هر چیزی که بکاری همونو برداشت میکنی. هر چیزی رو که بیرون بفرستی به سمت خودت برمیگرده و اگه بخوایم از نظر علمی بهش نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که هر انرژی بفرستی همون انرژی به سمت خودت برمیگرده و این یعنی غول چراغ جادو که همه ما دنبالشیم. در واقع قدرت در ذهن خودتونه. این یعنی غول چراغ جادو خود شما هستین. به خاطر همین اسم مجموعه ما هست آرزوی شما دستور شماست، نه اینکه آرزوی شما دستور منه. شما این شانس رو پیدا میکنید که بدونید چطور به ذهنتون دستور بدید. هر ارتعاشی رو که بفرستید مشابهش و مقدار مساوی ازش به سمت شما برمیگرده. قانون جاذبه بزرگتر از قوانین دیگه جهانه. اصلا قانون جذب حتی برتر و بزرگتر از قانون جاذبه زمینه. خب بذارید براتون یه مثال بزنم که قانون جذب از قانون جاذبه زمین بزرگتره و بالاتره یعنی چی. ولی قبلش بذارید برگردیم به مفاهیم پایه‌ای خودمون. اول اینکه شما به کی گوش میکنید؟ شما دارید به یک شخصی گوش میکنید که یک کتاب نوشته، سمینار برگزار میکنه، تازه به این مرحله رسیده، داره حرفای گنده گنده میزنه، یا اینکه دارین به توماس ادیسون گوش میکنید، دارین به اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد جهان گوش میدید، یا دارید به آلبرت انیشتین گوش میدید. به من نگاه نکنید، من فقط پیغام رسون اینا هستم. شما دارید در واقع به حرفای اونا گوش میکنید. موضوع بعدی اینه که چقدر رغبت برای یادگیری دارین، چقدر رغبت برای آموزش پذیری و پذیرش تغییر دارین. چیزی که دارم بهتون میگم مفاهیم جدیدیه. چقدر آماده اید که اونا رو پذیرا باشین و یادشون بگیرین. بعضی از شما میزان یادگیریتون رفته بالا، از چهرهاتون معلومه، چون به من نگاه میکنید، به چیزهایی که اطرافتون هست، به جایی که الان قرار دارید، به زندگی اشرافی نگاه میکنید و پیش خودتون میگین واقعا این قانون جواب میده، واقعا این چیزها هست و برای یادگیری بیشتر مشتاق میشین. حالا چیزی که ما اینجا میخوایم یاد بدیم اینه که چطور از ذهنتون استفاده کنید. برای چیزی که میخواین چطور انرژی و فرکانس بفرستین، چون قانون جذب میگه هر ارتعاشی رو که بفرستید به سمت شما برمیگرده. حالا به شما یاد داده میشه که چطوری اون چیزی رو که میخواین فرکانسش رو بفرستید و در نتیجه اون آرزویی که شما میخواین رو به دست بیارید. حالا ما گفتیم که قانون جذب بزرگتر از قانون جاذبه زمینه. اون موقع چی؟ شاید شما بگین من فکر میکردم که قانون جاذبه زمین قانون جذبه. نه، این قانون نیست. یه چیز دیگه برتر و بالاتر از اونه. بعضی هاتون دستتون رو به کمرتون زدید و این نشون میده که میزان آموزش پذیریتون پایین اومده. بذارید من کمکتون میکنم. ببینید قانون جاذبه زمین قانون فیزیکیه
برای قوانین فیزیک کوانتوم از اون بالاتره. به عنوان مثال ما گفتیم که قانون جاذبه زمین کار میکنه، چه شما باور داشته باشین چه نه. اگر از بالای ساختمان بپرید میخورید زمین. قانون جاذبه کار میکنه و هیچ شکی هم در اون نیست. ممکنه شما یه هواپیما رو ببینید که داره توی هوا پرواز میکنه یا پرنده ها رو ببینید که دارن پرواز میکنن. اون موقع این سوال مطرح میشه که اگر این قانون همه جا هست و داره کار میکنه، پس چرا اونا تونستن از این قانون رد بشن؟ چرا اونا پرواز میکنن؟ چرا اونا به سمت زمین جذب نمیشن؟ جواب اینه که قانون بزرگتری هم هست که قانون جاذبه رو به حالت تعلیق در میاره و اون رو کنترل میکنه. یعنی ما قوانین فیزیکی تو دنیا داریم، ولی قوانین کوانتوم فیزیکی هم هست که از این قوانین فیزیکی بالاتره. مهمترین و قدرتمندترین قانون فیزیک کوانتوم که برتر و بالاتر از تمام قوانین فیزیکیه، قانون جذبه. پایه قانون جذب اینه که هر ارتعاش و انرژی که تو از خودت ساطع کنی، همون مقدار و مشابه همون انرژی به سمتت برمیگرده. این انرژی از تمام قوانین فیزیک سد راهش رد میشه و توسط اونا محدود نمیشه. به همین خاطر بالانس ترازوی پیشرفت انقدر مهمه، چون زمانی که شما اون رو درک میکنی متوجه میشی که چطور دیگه معنا و مفهوم نداره، چون شما دارید از قانون جذب استفاده میکنید و توی قانون جذب هر ارتعاشی که بفرستی به سمتت برمیگرده و دیگه قانون فیزیکی نمیتونه سد راه تو بشه. من یاد حرف دوستم میافتم و الان حرفش خوب معنی پیدا میکنه که میگفت زمانی که نگرش تو درسته، حقایق زندگی به حساب نمیان، به خاطر اینکه اون حقایق و واقعیت‌هایی که تو داری میگی نظرهای مردم و واقعیت فیزیک دنیاست و قانون جذب عمیق‌تر از اون واقعیت فیزیکیه و اونا رو پس میزنه و ازشون رد میشه. دقیقاً مثل هواپیما و یا پرنده‌ای که به قانون جاذبه زمین غلبه میکنه و میتونه پرواز کنه. این نکته اصلی و پایه‌ای ماست که شما میتونید با استفاده از این قانون که میگه هر ارتعاشی که بفرستین به سمت شما برمیگرده، هر چیزی رو که میخواین داشته باشین و به دست بیارین. این همون زمانیه که شما میگین عجب شانسی آوردم، عجب اتفاق جالبی افتاد، چقدر عجیب، چطور این اتفاق افتاد؟ همه این اتفاقات نشون دهنده قانون جذبه که عمیق‌تر و قدرتمندتر از قوانین فیزیکیه. این موضوع که وقتی برای تو یه اتفاق عجیب میفته و نمیتونی توضیحش بدی، در واقع همون قانون جذبه که از قانون فیزیکی رد شده و به سمت تو برگشته. این همون چیزیه که ما میخوایم در موردش کار کنیم و به شما یاد بدیم که چطور باید ازش استفاده کنیم. به پایان این قسمت رسیدیم. در طول فرصت استراحت که دارید همتون روی مفاهیم پایه‌ای کار کنید و مطمئن بشید از هر لحاظ در سطح بالایی قرار دارید. بعد از چند دقیقه توی قسمت بعدی برمیگردیم. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی‌نظیر. سلام به شما کارشناسان جذب گرامی.